بار دیگر درود با همه شما دوستان ارجمند و مخلصان همیشگی برنامه تلویزیونی ورزش، اونهایی که به فوتبال میهن توجه دارند. چند لحظه پیش منتخب تاجیکستان بازی یکمین خود را در مسابقه کاف نیشنز کاپ در کشور ازبکستان در شهر تاشکند به انجام رسانید با منتخب فوتبال ترکمنستان و آن با نتیجه 1-1 پایان یافت. چون قبلا در برنامه پیش از بازی اینجا حضور داشتند زاهر بابایف کارشناس ساحه فوتبال و انور میرزایف، بازم یک کارشناس دیگر، بازم ما در برنامه بعد از بازی هم قرار داریم و اکنون ما در مورد نتیجه بازی که ما شما دیدیم حرف خواهیم زد. سراول در مجموع بازی چگونه بود؟ با کدام سیستم بازی کردیم؟ نتیجه اون چگونه بود و چگونه بها میگذارید با انتخابی که پیتر شگر داشت و بازیگران ما رقابت را نشان دادند؟ پیش از آن گفتنی هستم که از سیستمی که بازی که ترکمن‌ها گرفتن، گرچه که ترینری بسیار جوان است، ترینرشون تاکتیک درست گرفتن نسبت تاکتیک ما تاجیکو. تاکتیک گرفته ترکمن‌ها 4-3-3، یعنی که تمام هستیشون برای غلبه، برای موفقیت، برای بازی بریدن بود. تاکتیک بازی که ما کردیم ترینری با تجربه خرواتی، یعنی که از دفاع کنتر هجوم، یعنی که 4-5-1 با یک هجوم کننده و همین خیلی ما دیدیم که در دقیقه اول بازی هم خیلی از جهت تاکتیک ما ضعیفی نشان دادیم. بله. وقتی که ما 4 دفاعگیران و 5 بازیگر و یک هجوم کننده میونیم، ما میفهمیم که ما یعنی که از دفاع بازی میکنیم، بازی رو از دفاع سر میکنیم. ترکمن‌ها 4-3-3 ماندن، 3 بازیگری که ماندن در هجوم. شما ببینید که برای چی ماندن؟ برای اینکه اونا پیشکی کمک تیم ما دانستن که تیم ما با کنتر هجوم میگذرد. وقتی که 3 هجوم کننده است، دفاعگیرای ما نمیتونستن که با هجوم گذرن. 4 نفر با اونا میایستادن. وقتی که 4 نفر با اونا میایستن، در هجوم ما چند نفر میشیم؟ 6 نفر. برای اول بسیارتر از همین جهت گیریم، اگر از جهت تاکتیکی استراتژی کماند ترکمنستان، مربیای ترکمنستان نشون دادن که ما نسبت مربیای تاجیکستان خوبتر و بهتریم در همین بازی. بله. فکری من اون است که راستی من بعد از تماشای بازی با خلاصه آمدم که همین خیلی مینمود که همون ستاد مربیان ما بازی تیم ترکمن‌ها رو ناموخته است، یعنی که اونها نمیدونستن که در میدان کی میآید. من فکر کردم که من تخمین میدونستم کی بازی میکنه از دسته ترکمن‌ها، این بچه‌هایی که در چمپیونات آسیا U23 بازی کردن و 2-3 نفر بچه‌های کلانسو، اون دسته‌ای که ناقدر برای مسابقه تیار بود، یعنی که یکم با این هیئت جمع شده بودن و من فکر کردم که در این بازی از اول بازی از حساب اون که بازیگرای ما پرتجربه هستند، یعنی که ما میگیم که بسیار اونها لیگانیر هستند، ما فقط در پرسینگ کار میکنیم، زیادتر با اونها نمیمونیم که اونها بازی کنن. اما چه که من اولی بازی گفتم که دسته ترکمنستان بسیار دسته ناقلای است برای ما، همین خشت که بچهای ما برای با بازی ترکمن‌ها در اومدن. خیلی که ترکمن‌ها میخواستن با ما بازی کنن، اونها همون بازی خود رو کردن و ما برای بازی اونها ما تاکورسی گذاشتیم و مثل اونها هم بازی کردیم و برای همین هم من راستی نه اونقدر فهمیدم که مقصد ما در این بازی باید چیکار کنیم از بازی. یعنی البته اگر این گفتار رو خلاصه کنیم میتوان چنین اشاره کرد که اون سوژه بازی، اون قالب بازی که منتخب ترکمنستان پیشنهاد کرد بسیارتر بازی تحت همون سوژه و با اون سوژه جریان داشت، نه با اونی که ما میخواستیم و ما پیشنهاد میکردیم. همینطور بود که ببینیم که در قسم اول بازی، تایم اول بازی اونا برتری داشتن. اونا 3 دفعه میتونستن دروازه ما از نگاه امکانیت، از زیاد امکانیت، گرچه که امکانیت هم داشتن، اما تا دقیقه 20 معلوم بود که ترکمن‌ها از ما میترسن. آنها از نام‌های بازیگران ما میترسن، یعنی که اونها میدونن که بازیگران ما در هر جا بازی میکنن، اینا بچه‌های بازیگران جوان هستن، آنها میترسیدن. اما برای دیدن که دسته ما با هجوم نمیگذارد، هجوم نمیکند و میبینن که از قریب که در همه کنج میدان بازیگرای آنها با مثل بازیگرای ما قوتشون میرسد و اون بازی رو برابر کردن و با هجوم گذاشتن و دو سه حالت گلزنی هم پیدا کردن. اکنون میگذاریم به واسطه با جزء این رقابت با اون حالتایی که هر دو دسته داشتن. سر اول ما یک امکانیت داشتیم از وضعیت استانداردی در فرصتی که احسان پنجشنبه میتوانست توپ را به دروازه وارد کند، امکانیت خوب بود و اصلا احسان از همین موقع‌ها بارها گل‌های خوب را هم به ثمر رسانیده است. ضربه هم از جهت تکنیکی نیم ضربه خوب بود، کمک اندک خطا بود لیکن بسیار ضربه خوب بود. بله.
واقعا هم کمی بالاتر از دروازه توپ میرود و بعد از همین امکانیتی که ما داشتیم و اونم از وضعیت معمولی خود استانداردی بود، دیگر ما و شما در رفت همین رقابت بسیارتر امکانیت های منتخب ترکمنستان رو دیدیم، علاوه خصوص در قسم اول لیدور. و بیاد همه آنها رو یک یک تماشا کنیم. خوب دقیقه 34 رقابت اینجا بازیگران منتخب خوب ترکمنستان سر اول از دقیقه 33 یک کمبیناسیون خوب را در مرکز میدان نشان میدهند. توپداری آنها اینجا به چشم میرسد و بعدا مرکز میدان ما عبور کرده می شود. با یک پاس اینجا توپ به خط هجوم روان کرده می شود. امکانیت خوب به میان میآید. می توانید البته این حالت را مشاهده کرده در مورد موقع گیری فوتبالبازان خط دفاعی ابراز اندیشه کنید. امیر گفتنی هستین که پیش از آن که وقتی یک پرتوفی خوب بود از طرف چپ میدان به طرف راست میدان، در همین حالت باید دفاعگران ما یا نیمه حافظتگران ما باید همین موقع محکم میکردن. بله. همین چیز دیدن نمیشه. بعد دیدیم که میبینیم که فقط فوتبالبازان هجوم نمیکنن توپ، یعنی که ما فشار میگیم بازیگرا میمونن که بازیگر چیکار کنه، پرتاب کنه یا پاس دیاد. بله. اینجا باید پیش توپ باز گرفت. مربی محترم فکر میکنن که بازی دوم در همین وقتی بازی تحلیل میکنن همین چیزا گام میزنن. بعد ببینید از هجوم کننده باید هجوم کنه داخل توپ، باید همه دفاع ما از هجوم سر میشد. اینجا ما میبینیم که دفاع ما از هجوم سر نمیشه. این ترمینی فوتبال است، ترمینی ظاهر بابویش نیست. برای هوای همینجا نگاه کنید رفتن در کار دویم ایگرک اومدنش در کار مسافت 2 متر باشد برای فشار. اینجا مسافت 4 متره. مرحمت این رحمت گفتن در کار ترکمن باشید که میسورگیم که بازیگر ترکمن که با خطایی رو داد. بله که درست گفتن. من فقط گفتنی هستم که وقتی که من گفتم نام بازیگران ما بسیار مشهور است، معنی که اونها در دسته‌های بازی میکنن که مثلا در پرسپولیس و دیگر دسته‌ها، اما معلوم است که یک دیگر فهمی نیست. یعنی ببینید که خانان و وحدت در این حالت در وقتی که همین هجوم آغاز می شود او در نزدیکی خط مرکز بود، میخواست محافظت کنه اما نشد، بلکه جراحی هم کمتر گرفت. در این حالت همان بازیگری که آخران به دروازه ما ضربه زد در همونجا وحدت نرسید در این حالت و گویم که وقتی ما بلندی کرد معلوم است که وحدت از جراحی گرفت و قفا بسیار سست به قفا گشت. همین حالت در وقتی که تو با بازیگران پاس داده می شود، همین حالت اینا ببینید که از قانون وحدت ببینید که ببینید با کانتر بازیگرا خالی ماند. این از این اون از میفهموند که دیگر فهمی بین بچهای ما قدر خوب بود. هم دیگر فهمی هم شوری نیست، شوری روسو بدیت نیست میگن همین چیز دیدن نمیشه. با یک چیز دیگه که میگن که تو یک پرتوف همین وقتی که تو اومده 3 سکوند 4 سکوند میگذره، در 4 سکوند ما باید 30 متر باید دویده تونیم. بازیگرای تیم ملی میگه ما نگاه میکنیم که وای یک فرصت میتونن که گیره توپ یا پرتوف دیگه کنه یا پاس دیگه. خوب اکنون میگذاریم با امکانات دومی که در رفت همین رقابت بازیگران منتخب ترکمنستان به میان آورده توانستند و بازم اینجا ما گویم که همون به اصطلاح ریالیزاسیون سستی که منتخب ترکمنستان داشت با نفع ما کار کرد، وگرنه اینجا امکانات 100% گلزنی. بله شما شنیدید من در وقت صحبت در وقت تماشا کردم من اینو گفتم یا میگویم که از حساب جوان بودن بازیگران تیم ترکمنستان همین دو حالت با گل نآورد برای اون که این جوانی است. یعنی که ببینید که در این حال اگر که یگان بازیگر با ترجمه بود این گل رو این توپ رو بسیار مستحکم و خوب میزد و گل هم میزد، اما از حساب جوان بودن همین رقم 10 اون نتونست که خوبتر با توپ اوید خوبتر زند. بله گفتم میتونن که مود اومد کرد در همین دو حالت. اونا میتونستن 2-0 کنن بازی. نه وابسته نیوک نه که نیم محافظتگران نیم در مرکز میدان گجان رقم 10 نیوک نه بازیگر باید باشد. با بازیگر نیست، بازیگر با حالت خودش میگذارد مرحمت که با خطایی رو میتونن گل بزنن. من فکر میکنم که مربی محترم تحلیل میکنن و در بازی پیش ایستاده این خطایی نمیتونن. بله یعنی بازیگر رقم 10 از منتخب ترکمنستان در موقع خالی است، تنها است و موقع بهترین ضربه زنی برای اینجا پیدا شده است. یک بازیگر دیگر میشد البته توپ رو به دروازه وارد میکرد. خب بعدا در آخر قسم اول رقابت اینجا بار دیگر همون حالت رو دیدیم و بعدا در آخر قسم اول رقابت دقیقاً در دقیقه 44 باز یک امکانیت خیلی خوب پیدا شد برای فوتبالبازان منتخب ترکمنستان. یک پرتاب طویل خود پرتاب طولانی به خط هجوم روان کرده شد و اینجا تنها از موقع خود کمی بیرون برآمدن رستم یتیموف تونوزه با ما کمک کرد تا فوتبالباز ترکمن توپ رو به دروازه وارد نکنه. فکر میکنم که دروازه‌بان ما رستم یتیموف بسیار خوب خطای
дифоъгаронам ва ниммуҳофиз инҷа як дифоъгарон нест, ниммуҳофизатгарон ҳам ҳастанд. аҷоибот ҳамин аст ки хайрат ки мо дар ҳамин кафа бозӣ дорем ва хатоиёмонро мебинем. бинед ки бозингарро намегиранд, яъне ки бо бозингар зич бозӣ намекунанд. нест ҳамин ҳолат. Бозингар ба ҳолати худша, яъне масалан ки мо бинем ки як бозингар аст, як ҳуҷумкунанда, аммо 4 дифоъгар дорем. Яке агар ҳамон кати мешуд, ё 2 нафар як ҳуҷумкунанда мегиранд, ҳеҷ ҳамин ҳолат намешавад. агар шумо эътибор дида бошед, дар ҳамин ҳолат дар вақте ки бозингар рақамида ба як бо дарвоза мебурад, дар ин ҳолат боз бидед ки Ханону Ваҳдат ин дар ин ҳолат аз ин навор не, аз навори дигар мебинед хубтар, дар ҳамон рақамида аз қариб ки аз маркази майдон медавад ба пеш. Инро бо бинози аз ин хубтар анҷом маълум мешавад. Бинед ки рақами дар бек ана рафт, давида рафт. Ана кун бинед ки Ханону Ваҳдат инро мебинад, аммо бо ин бозигар намеравад. Баъд ҳамин ҳолат ба ҳолат аҳсан гуфтан дар кор дарвозабони мо خیلی خوب سری وقت موقع برآمد نمیبرامد چی میشه؟ میگه 4 دفاعگر بازیگر را نمیگیرن و دروازه‌اش امین میدارد از گل. خب بعداً در آخر نیمه اول رقابت چند فرصت برای ما شدن، توانستیم کمی باشد امکانات رو پیدا کنیم. در مجموع نیمه یکم رو چگونه بها میگذارید؟ از گل ما میبینیم بفکرم. وای در نیمه دوم رقابت است، قسم دوم بعد میگذاریم. در مجموع نیمه یکم رو تنها این زمان میخوام که بها گذارید. در نیمه یکم کدام دسته بهتر بود، ترکمنستان یا تاجیکستان؟ خیلی گفتنی هستم که از جهت ما بورد گرفتیم که تاکتیکی که ترینرهای جوانی که شما میگین، بله، آمادگی خوب دیدن نسبت مربیای ما. نقشه اولی که ما تیم خوب داریم. ما بود. از دروازه‌بان سرکرده در هیئت 10,000 اساسی هم گیریم، بازیگرای پرتجربه داریم. لیکن که 4-5-1 این معناش چیز ما نمیدونیم. برای چی 4 مثلا میگیم 4-4-2 نه. ما با یک هجوم کننده بازی میکنیم، یک هجوم کننده ما در یکم تایم هیچ کار نکرد. هیچ کار یکم کردن نمیتونست. برای چی که فشار آوردن نمیتونستیم ما. بله. وقتی که توپ ما میدادیم مثلا اگه ما توپ در حریف دادیم، ما فشار نمیوردیم، یعنی پرسینگ نمیکردیم در موقعی که حریف نبودیم این چی. ما فقط با واقف برمیگشتیم، یعنی که یا که ترینرها مربیای محترم پیش شدن که باید بازی دوران کنیم. اگر بازی برای غلبه میشد، اگر رنگ قسم دوم رو باید بازی میکردیم. بله. خب من گفتنی هستم که با موافق درباره قسم اول گپ زنیم. اگر که آمار رو ببینیم با فکر در آمار ما نسبت دسته ترکمنستان خیلی هم خوبتر هستیم. ولی از نگاه توپداری و دیگرش، اما از نگاه حالت‌های گلزنی بله، البته ترکمنستان از ما خوبتر بازی کرد و حالت‌های خوبی گلزنی هم داشت. برای من فکر دارم که قسم اولی بازی با نفع دسته ترکمنستان بود. بله درست. و اکنون میگذاریم به نیمه دوم رقابت که حالت‌های اساسی در قسم دوم دیدار رخ داده بودند و هنوز در دقیقه‌های اول قسم دوم برای ما یک امکانیت خیلی خوب پیدا شدن همین فرصت. چی نرسید تو همین حالت با گل انجام یابد؟ چی نرسید؟ بازیگر باید شوری دست نمیداد، باید مید واقعیت سیتواسیا میگن روسا باید میرفت. همین هجوم کننده وظیفش گلزنی است. وقتی که هجوم کننده شوری که دست میته نمیبیند، همین حالت سیتواسیا میگن نمیرود، میفهمید؟ دیگه دیرتر همینجا میتونید که گل کی هجوم کننده ما شیروانی مباشر زنن. بله، یعنی باید زودتر حرکت میکرد، نوبسته از اونه که انتظار بود اشتباه رقیب و انتظار نبود، باید میرفت. البته من از اول حالت رو بخوام و بگفتم، در حالتی که اگر تکرار شود، در حالت که احتمال نظرف توپ رو با تو بعد جریمه‌گاه در اومد، من فکر دارم اینجا باید منوچهر جلیلوف با خودش توپ رو میگرفت، یعنی که او همچون حمله‌آور باید توپ رو گرفته با ضربه سخت به دروازه میکرد، خودش حال میکرد. بله، برای اینکه اکنون در کار است که حمله‌آور باید گل زند و حمله‌آور باید چیزی که میگن دیسپچر نباشد. این باید زده باید هجوم کند پیش. منوچهر این مهاجمت رو بسیار گل میده، اما وقتی که چه شده است که حس گلزنی را از دست داد. بله، برای دسته برای تیم ملی ما این بسیار مهم است که منوچهر باید گل زند، برای اینکه به گل غلبه کردن بسیار مشکل است.
бале. хуб, баъди ин ҳолат шояд беҳтарин фурсат барои гол задан барои мо пайдо шуд, ҳангоме ки хуб ин пеш аз ҳамин ҳолат як фурсат буд барои футболбозони мунтахаби Туркманистон. Зарба бо пои чап зада шуд, Рустам Ятимовонро бартараф кард ва ҳамин фурсатро дар назар дорам ки як ба як баромад Манучер Ҷалилов, вале натавонист ҳамин ҳолатро ҳал кунад. برای پرتافتی خورد یک کامبیناسیون ما خوبه میبینیم که هجوم کننده یک به یک با دروازه‌بان میبرن. اینجا فکر میکنن که کمک با احساسات داده شد و ندید بازیگری ما بسیار بازیگری پرتجربه است، ندید که گجا زند، یعنی مثلا که از جهت سرعتی مازگ میگم، یعنی سرعت مغز سر سستی کرد، ندید همین واقعیت ندید و مرحمت ما میبینیم که دروازه‌بان راست با دروازه‌بان میزنه، دروازه‌بان در دوم دو قسمی بازی یگانه حالتی که پرویز زوربای بسیار خوب بازی کرد، همین حالت بود، بسیار پاس خوب داد، اما منوچهر در این حالت باز میگم که همان یک چوتیای گلزنی دیسی گلزنی خود رو کانتر چی کرده است. بیشتر منوچهر این حالت رو بسیار خوب میکرد و از دروازه‌بان هم گریخته رفته و گل میزد، اما حاضر باشد عموما در این فرصت میبینیم که از نگاه گویم کشوده شدن، سرعت را کسب کردن از بین دو دفاعگر مرکزی خیلی خوب گریخت، فرار کرد، ولی انا همون طور شما اشاره کردید حس گلزنی که از دست رفته است نتوانست همین وضعیت را حل فصل نمود. حمله‌گر باید در چنین بازی‌ها چنین فرصت‌ها را البته استفاده برد. خوب بعد همین حالتی که ما نتوانستیم اون رو با گل انجام بدیم، در حال فوتبالبازان منتخب ترکمنستان با هجوم گذاشتند و البته حمله اونها با چه انجام داد؟ قانون فوتبال چرا که شورای ما علی شریف گازد نزدی میزنم به دروازه. بله. همین خیرم شد. و همین حالت رو می‌بینیم. در این حالت نگاه میکنیم، مرحمت نگاه میکنیم. با جایی که بازیگرای یکم حالتی که ما ببینیم، بازیگرای دفاعی ما باید که چیکار کنن پیش توپ گیرن. اینا با جایی که پیش توپ گیرن طرف برای خودشون رفته استن. کجاشون میرید؟ یعنی فرصت میتیم با بازیگر ترکمنستان که چیکار کنه ضربه زند. اینجا ضربه میزند، ضربه میزنه. اینجا یکم خطایی من این بازیگر زویر جورابویف دیدید. باید که بعد توپ پیش نمیگیره هیچ نمیشه، یا گلاوی میشه یا که اوت میشه. و دوم که بازیگر با چه بازیگر توقع میمونیم در نزد دروازه خودمون. و اینم باز گفتنی هستم که همون حالتی گفتن من که بازیگرا یا دیگر فهمش خوب نیست، یعنی که مفکرم بسیار دیر مشق و تمرین و سر کردن و مفکرم تئوری اونها با تئوری ایندیویدوالی اونها نیست، یعنی که ببینید که باز همینجا عادت خانانوف چه که دو بار در اون حالت خطا کرد، در اینجا میگه که تو آخر دوید اومد اما فقط همچون تماشاگر فقط با توپ نگاه کرد و با ضربه نگاه کرد. در این حالت حتما باید او با بازیگر خود تا آخر بازی میکرد. در این حالت دیگر گل هم نمیشد، برای که ما میدونیم که وحدت در وقتی که اگر در بازی باشد او بسیار خوب بازی میکند، قوی است، از او گذشتن بسیار مشکل است. اما در این حالت وقتی اینه که موقع خودشون بازیگرو هر یک بازیگر در میدان موقع خودشون اجرا میکنن، فونکسیون خودشون میگن، فونکسیون میگن موقع همون موقع وظیفه خودشونه یا همون موقع باید که چیکار میکنن جاشون باید همون موقع میشد، همون موقع در نبودن و دادن که هجوم کننده که چیکار کند ضربه به رقم دهم و میبینیم که بله چون این فرصت از دست رفت بعد این باز یک حالت دیگر پیدا شد، باز هم از جورابویف اینجا حمله‌گر منتخب ترکمنستان توانست یک چیز دیگر ما اضافه کردم که همین ترتیب بازی اجرای دیسیپلین ضعیف بود کماند ما، یعنی کماند ما برای غلبه نبرآمدن. ما میفهمیم که کاف یعنی که این بازیایی هست که ترینرای مربیای محترم میخوان فهمن هیئت بازیگرای جوان، لیکن نوابسته این ما باید چی میخوایم، مقصد ما چی است در بازیایی که پیش ایستاده یا که بازیای ادبارش مرحله انتخابی اگر ما نگاه کنیم این خطایی را فکر میکنم که تو بازی که آینده باید ما چیکار کنیم؟ اصلاح کنیم، نه اینکه یک دفاع اینجا سر میشد از هجوم، دفاع ما از هجوم سر هجوم هم بسیار ضعیفه، در همین بازی ضعیفانه کار کردن. یعنی بله اکنون بیاید درباره هجوم که گفتید اینجا باید درباره گل هم حرف بزنیم. ما در دقیقه 87 توانستیم با زدن گل دست یابیم. اینجا البته گویم که همون تغییراتی که استاد مربیان انجام دادن کار داد، همروخلوف از علی ذخیری به میدان وارد شد و توانست با زدن گل. بله و ما میبینیم که همروخلوف همچون هجوم کننده به میدان برآمد. بله دوم هجوم کننده پیدا شد و مرحمت میبینیم که بچه‌های ما چیکار کردن، فشار کردن. وقتی ما فشار میکنیم البته گل میزنیم و ببینید که یک مهارت خوب برای بچه‌ها که فکر میکنم گل اولینش در تیم ملی
سرزمین است. تبریک کردن در کور با این گل که گل زیادتر شدن گیرن و فکر میکنم که در بازی آینده همین خطایی که ما کردیم همین خطایی نکنیم. همین 5-0 که ما در بازی ادوار چمپیون جهان که ترکمن رو زدیم ما این بازی نکردیم. ما فشار کردیم. پرسینگ نبود. با سه هجوم کننده ما بازی کردیم. بله. خب فکر ندارید که ҳамроқулов агар аз аввал ба майдон ворид мешуд бозам дар хати ҳуҷуми мо бозӣ беҳтар мегардид, яъне 4-5-1 не ҳадақал 4-4-2 бозии мо баргузор мешуд. ман рости ҳамон вақтои охир ҳам камтар ҳайронам ки барои чи тими мо дар бисёр бозиҳо ҳамчун бо тактикаи аз қафо аз дифо сар мекунад. тими бисолҳои мо ки چه که میدونیم در سالهای پیش میگفتن که یک وقتهای اخیر میگفتن که این تیم طلایی ما است و آینده ما همین هستند. در بازی چمپیونات آسیا از طور که از دفاع بازی کرد ما خوب بازی نکردیم و ببینید که در اینجا هم ما نمیدونم ما برای فراموش شدم که ممکن است که مربیان ما دسته ترکمنستان رو ناموخته است و برای همین هم این خیلی بازی ترسیده بازی کردن و من فکر کردم که باید ما در هجوم فقط باید باشیم. درست گفتید که باید 2 نفر باید بازی میکردن. 2 نفر حتما بازی میکردن برای اینکه وقتی که ما 5 نفر در نیم محافظت بازی کردیم اون هم قدر خوب بود و اما بازی هم نبود. البته که دویم حمله‌ور برآمد و در با هم دو سه حالت خوب هم پیدا شد و گل هم زد. اینجا باید چیزی که گفتن که خطایی مربیای تیم ترکمنستان چی بود. تیم ترکمنستان وقتی که 1-0 و پیش بر اومده بودن غلبه داشتن و یا گرفتن از 3 هجوم کننده را چیکار کردن؟ اوکی با 1 هجوم کننده بازی کردن. این یکی از خطاییشون بود. وقتی که اینا این کارو کردن ما چیکار کردیم؟ ما میدونیم که محافظتگرای ما کاناریو تیز میتونن چیکار کنن؟ با هجوم گذارن. یعنی که در هجوم ما 6 نفر نیو 8-9 نفر شدیم. وقتی که ما 8-9 نفر شدیم ما چیکار کردیم؟ فشار دادن گرفتیم و مرحمت میتونستیم. بسیار میخواستیم که گل دوم هم زنیم. لیکن افسوس که گل دوم نزدیم. نو وابسته این یک چیز دیگه گفتنیم هستم که مربیای محترم ما خربتی و جانشینای مربی از دیگر دولتان یک مربی ما باید باشد در همین تیم که کمک فهموند تاریخ فوتبال ما که در تیم ملی می‌سازیم با ترکمنستان ما هم وقت فشار می‌بیاریم با قرقیزستان ما هم وقت غلبه می‌کنیم با چنین دسته‌ها ما باید همچون دسته یکم بازی کنیم یکم باید بازی کنیم نه اینکه دوم و بله برای گل دوم البته ما امکانیت داشتیم مثلا چون که طور شما گفتید به خط دفاع نشست با پرگی دسته ترکمنستان و بازم برای ҳамроқулов یک امکانیت دیگر فراهم آمد او ضربه زد اینجا حتی منوچهر بازم طلب کرد که باید پاس به طرف او داده میشد در این فرصت و بعد از این یک فرصت بهترین دیگر پیدا شد در آخر رقابت ضربه زد احسان پنجشنبه که همین حالت میتونست با گل انجام یابد ولی حساب رقابت در آخر ما گیریم اگر بچه‌ای ما ببینید که ما میتونیم فشار کردن بله ما میتونیم توپ کنترل کنیم ما میتونیم پاسو ببینید که پاسو میتونیم با همون بازیگری که لازمی است تیم یک ҳамроқулов میتونست 2 تا گل زدن بله همین بازیگرا را استفاده بردن در کره جلیلوف مثال در یکم تایم اول نیمه اول بله اگر در قطعه جلیلوف 2 نفر میشد ممکن که جلیلوف میتونست با مومنت‌های قلای باید میشد لیکن با یک دفاعگر ما فقط در قسم دوم جلیلوف رو آوردیم 1 به 1 بله در قسم یکم ما نبردیم یگان کار کردن نتونستیم بله و 1 به 1 هم به طور ما یک چیز دیگه هم که ما میبینیم که تیم ما در همین شب و روز در بازی کافا هیچ گام ندارد که ما خطایمون اصلاح کنیم اجیت موقع بازیگران موقع خشونده نیستن اجیت بعد از هجوم کنتر هجوم میشد جای خشونده نمیگیرن یعنی بسیار خطایا در پاسا داده میشود یعنی فشار نمیبیاریم یعنی بازیگر میمونیم که خودش توقع بازی کنن و ضربه ها هم نبودن بله واقعا هم از فاصله دور و حتی ما اینجا بازی را تماشا کرده خود انور میرزویف هم اشاره کردن که دروازه‌بان منتخب ترکمنستان ضعیف است ما باید از فاصله های دور ضربه زنیم خوب سال آخرین البته این است که با چنین بازی ما خوب این مسابقه رو هم اگر یک طرف گذاریم در مسابقه های نوبتی که البته خیلی مهمتر هستند یعنی جام اسیا مرحله انتخابی جام جهان با کدام نتیجه رسیده میتوانیم باید البته تغییر یابد منتخب تاجیکستان یا نه میدونید من فکر دارم که این سالهایی که ما تیم رو با این مسابقات تیار میکنیم
вақте он нест ки ҳозир мо фақат гап занем ки ин мусобиқаҳо таҷрибаӣ ҳастанд. барои мусобиқа барои мо як дарс таҷриба мешавад. мо бояд тимро тайёр кунем. Не, тим дар давоми ин солҳое ки мо онро ташкил кардем ва бо тими ҳам федератсияи футболи Тоҷикистон ҳар бисёр мураббиро даъват кард, бо он кор карданд ва бояд мо бо ин тим бояд дар ин мусобиқаҳо бояд натиҷа нишон диҳем. вақти он гузаштааст ки ҳозир мо гӯем ки ин барои мо дарс шуд. Не, мо бо Туркманистон чӣ хел дарс мегирем? Кадом дарс? дарс гирифтем ки кӯдакон омада, ҷавонон омада, дастаи моро, дастае ки дар мусобиқа ҳозир мо гуфтем дар Таиланд дар ҷо мусобиқа якум ҷо гирифт, инҷо омада бо туркманҳо мо баробар бозӣ кардем ва на он қадар хуб. ҳолатҳои голзанӣ онҳо зиёдтар буданд. аз ин нигоҳ то беҳтар буданд, аммо бинед ки киҳо бо мо бозӣ карданд. барои ҳамин ман фикр дорам ки бо ин хел бозие ки ҳозир бачаҳои мо карданд, бо ин хел тактика ки ҳозир мураббиён чӣ карданд, на он қадар боварӣ дорам ки бо дастаи Омон ва Ӯзбекистон мо хуб бозӣ мекунем. ин мисол барои ман бисёр на он қадар хуб аст, аломовар аст ки бо тиме ки баъд аз бозӣ бо гарчанде ки мо 4-1 бохтем бо дастаи Япония, дар Япония бохтем, аммо бисёр бозӣ зебо буд. Сармураббӣ Усмон Тошев буд, бозӣ маънӣ дошт. чӣ хел бачаҳо бозӣ мекарданд, аммо дар ин ҷо бинед ки на маънии бозиро ман фаҳмидам, на қулаби бозӣ, на стили бозӣ надидам, як нуре надидам ки бо он нур мо пеш меравем ва мумкин аст ки яъне аз ин бозӣ ба мо умеде надод ки ҳамин мунтахаби мо метавонад ояндаи хуб ва неке дошта бошад. ҳамина илова кардем ки ҳамин хатоие ки буд бояд ислоҳ шавад. барои мураббиё як дарси ибрат мешавад. яъне ки дар бозиҳои пеш истода машалан бо Аман бозӣ дорем 14 3 рӯз пас фикр мекунам ки як бо бачаҳо ҳам суҳбат мешавам ва бозии дигари мо рӯзи 14 фақат барои ғалаба ва умед мекунем ки мо ғалаба кунем. бале, воқеан ҳам ҳарчанд дар ин бозӣ мо он қадар умедҳои зиёдеро бо оинаи дурахшон надидем, вале новаста аз ин мо ҳамеша умед дорем аз футболбозони тоҷик ки беҳтарин бозии худро нишон медиҳанд. хуб, ташаккури зиёд ба Зоир Бобоев, ба Анвар Мирзоев ки дар барнома иштирок кардед ва воқеан ҳам бо таҳлилҳои ҳирфавии худ, профессионали худ хеле зебу зинат додед барномаи пеш аз бозӣ ва ҳамчунин баъд аз бозиро. дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем. ман будам Гулрӯз Худоназарзода. то барномаи навбатии хайртан, сиҳат ва хонобод бошед.